خیر است. سلام خوب. خانم محترم خیریت است؟ دور باشید. سلامت باشین، با عزت باشین. چطور است کاکا جان؟ کاروبار چطور است؟ کاروبار نیست. هیچ نیست. در از هیچ کار نیست. امروز چی کار کردی؟ امروز یک دیرم دیسلاف نکرد. الله اکبر. همین تو دست خالی باز میری خانه. دست خالی. چای مای صبح اگر در خانه بخوریم نخوریم در روی سرک دیگه پیسه نیست. اگر کار کنیم یکم 20 روپیه یا 30 روپیه اونور یک چای نان میشه. اگر نکنیم نه دیگه گشنه است. ما شنیده بودم که ثبت نام بچه تا لیست عروسی دست جمعی کرده بودی. قبول شد یا نه؟ حال را معلوم نیست. ملا صاحب از کندهار حال را معلومات خوب هم دقیق نداره. از کندهار هم وکیل کندهار تا بال نامده. نه ملا. براتون خوشخبری ندادن؟ نه تو برنامه کما هیچ چیز. معلومات صحیح نداره. اگر من براتون این خوشخبری را براتون بودم که بچه در لیست عروسی دست جمعی شامل شد. نه ملا صاحب ما باور نمیکنم. اما شوخی میکنی قطعی ما کلام موی سفید آدم هستیم. شما جای پسری من دیگه قبول نه فکر نمیکنی که ما شوخی میکنیم. نه شوخی. اگر شوخی نباشه حقیقت باشه چی که خوش میشه. اگر باشد خوش میشیم اما نه دیگه ما دیگه قبول نمیکنی؟ قبول نمیکنیم. نه دیگه همین گپ مولا را قبول نمیکنی؟ قبول میکنیم بس کسی جا زنگ بزنه دیگه ما هم کمپانی صرف از همین دفتر که از همین دفتر زنگ بر زده شوه قبول میشه. قبول میکنی؟ دیگه خود نه دیگه گپ ما را قبول نمیکنی؟ نه شما شوخی میکنید. نه شوخی نمیکنم کاکا جان. نه خدا نکنه شما ریش سفید هستین. شوخی بله ما ریش سفید هستیم. ما فلان هستیم. شما شما شوخی نمیکنم. نه شوخی نمیکنم. باورمند نیستم. اگر از دفتر براتون زنگ بیاید چی که خوش میشه؟ از دفتر زنگ بیاید خوش میشه. خیلی خوش میشه. اما دیگه نوالی ندیدم. خب شما شوخی کسی که براتون خوشخبری را بده چی دعا میکنی برش دعا میکنیم زیاد دعا میکنی؟ خوشحالم میشه. اولین چیز برای کی میتی؟ خوشخبری را برای کی میتی که خبر شوی بر زنگ بیای؟ اولین خوشخبری را برای کی میتی؟ اول خوشخبری را به مو خاطر که همون نفری که زنگ بزنه خوشخبری را به مو خوشحال میشه. اول دعا را برای عمو میکنی؟ برای او میکنم. برای ما دعا نمیکنی؟ برای تو هم دعا میکنم اما دیگه نه دیگه ولی قدر باورمند نیست. وی که باورمند نیستی؟ نه. حالی برای عروسی بچه کالا کردی؟ نه. چرا؟ استاد دیگه کالا ما هم شکم خودسیم. ولی اقلا همونجا هیچ که نباشد یک 10-15 هزار که باشد ما یک دهی نباشد. اونمون هم که بلیت دادیم مجبوری و از تنگی و از بیکاری. اینمال ما روزانه بسیار روزی زیاد کار کنیم 10 دانه نان خشک اگر ما بگیریم دیگه خوشحال هستیم که ما این 10 دانه نان کار کنیم یعنی راول بعضی روزا شده که دست خالی هم رفتیم شکم گوشنه هم رفتیم هیچ چیزی که ما مثلا حالی ما اگر کالا را برات بودم هم باور نمیکنی؟ نه کالا را که برات بودم هم باور نمیکنی؟ نه کالا از خود کدام داره کرایت داره دیگه ما هیچ باورمندم نیستم اما ولی ما خوشخبری دادم باور نکردی. خب ما برای دفتر خود میگم که از شماره دفتر ما که پیش شما ثبت هستن اونا براتون خوشخبری بده تبریکی بده و دعا کنه که با پای هم پیش این کالای دست جور باش. چرا بابا؟ یک رقم؟ والا این است که انال از مجبوری از دستنگی خوش نشد یک رقم
خفه شدی یک دیگه هم ندارم من میرم حیات چرا خبر تو فقط به خاطر همین خفه شدی با چیزی ندارم خاطر که میرم پولم که میرم یا بیرم سوق یا دیگه سبا میرم کوک کنم بگه که پیسهش یا کرایش من ندارم دیگه پولی خیاطیش هم نداری؟ نه دیگه نیست من خیلی خوشحالم خیلی این پولی خیاطیش دیگه زور باشیدم با بانوزم من باورم نکرده میفهم شما باشد چون شما زنده باشد بخیر باشید ملاحظه سلامت باشید بخیر باشید دیگر کوئی چیز نمیگی دیگه اگر قد باشد میخوایم قدر ملاحظه یک بغل کشیم یک ماج بکنیم پیشانی ما ماج بکنیم بله اینو ماج کن یا پایین شو پایین نه نیست نه میخوای پیشانی ما ماج کنیم بله و خاطر اینو بغل کشی خدا شما را خدا نیک مبارک کنه من علی دستی بر دفتر خود زنگ میزنم که دفتر ما براتون خوش خبری بدم بله، جور باشید خدا نیک زنده مبارک باشید. پاپای هم پیر شود شما جور باشید زنده باشید بخیر باشید بخیر خدا میفهمم که عالم باور نکرد عالم باور بچه زنگ نامده باور نمیده که زنگ نامده باور با من خدا خدا حافظ خدا حافظ. بشبید.